تونل. بلاگو تا آخر ببینیم. بعد رانندگی ما گردش تو جای مختلف جاده هم داره. این هم کوه عروس جومان آبی جلال بود. پلی داشت بالا منبع آب سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شبه سلام دوستان عزیز، روز جمعتون بخیر. امروز جمعه 29 فروردین ماه ساعت 11:02. امروز میخوایم بلاگ رانندگی تو جاده اشکورات رو بگیم. از رحیم آباد به اشکورات. اینجا رحیم آباد رودسره. منم که مرتضام. بریم به دل خاطرات بچگی. اینجا یکی از قشنگترین جاده های شرق گیلانه. رحیم آباد هم همسایگی رودسر، کلاچای، حملش. دوشنبه بازارش هم اینجا. از همینجا هم دست چپ خانمای روستایی بساط میکنن، هم دست راست میفروشه و میکنم تا از حال و هوا بلاگشو ببینید و همچنین توضیحات ویدیو لذت ببرید. یادم باشه لینکش هم براتون میذارم. اگه نه سرچ کنید دوشنبه بازار رحیم آباد. امیدوارم که از این بلاگ لذت ببرید. یکیش تو بارونه، یکیش هم هوای آفتابی بود. هر دوشون هم قشنگه. ما بچه همین اطراف با افتخار بلاگو تقدیم میکنم به همه همشهری‌ها، هم ولایتیامون. انشالله که لذت ببرن. خونه امام بزرگ ما این بر دست راست. اینجا یه رودخونه‌ای داره. الان این دست راست ما یه حموم بود. پایینش یه رودخونه است. عیدا می اومدیم اینجا ماهیگیری. خاطرات ما از خونه امام بزرگ ماهیگیری تو این رودخونه است. الان آبش هم کم شده، هم خیلی دیر کثیف شده. اینجوری نبود، تو آلوده است. از اینجا تا مرکز گرمابده‌اش فکر کنم هلوش 30-35 کیلومتر باید باشه. پایتخت گلگازبان و فندق ایران. البته محصولات دیگه هم داره. داروی گیاهی خیلی زیاد داره، مثل گلپر، انواع آویشن، اسمش پونه، بابونه. به قول مامان ما علفاش هم دمکنی گیاهیه. گندم هم داره. بچه بغلش. این جاده هم یه خورده خطرناکه، رعایت کنید. مخصوصا این پیکانی ها ازشون دوری کنید. نگاه نمید. تجربه ماست. ببخشید این میگیم تکرار میکنیم چون دیدیم. الان امروز جمعه است، الان میریم بالا مشخص میشه هوا خوبه. من داریم میپیشم. این دوتا یاد میده بهش. خلاصه ما میگیم، شما دوست داشتین گوش بدید. از جاهای دیدنی تو مسیرم همش دیدنیه. دیدنی ترینش سفیدآبه. ما میریم اینجا توضیح میدم.
متاسفانه امسال سیل اومد این جاده رو آسیب زد. خواستم عید بیام ولاگ بگیرم دیگه وقت نشد. ما تو عیدم فرصت نکردیم بریم به ولایت سر بزنیم. برنامه‌ریزی کرده بودیم بریم برای 12ام 13ام که 13ام که شیفت بودیم، برای 14ام 15ام اینا که متاسفانه چون جاده خطرناک ایمن نبود کنسل کردیم. اینجا پمپ بنزینه دو تا پمپ بنزین داره، یا پمپ گاز و اون بنزین یه دونه داره. ما همش اینو بزنیم. اینجا بنده‌بونه. این جاده اون موقع خیلی تنگ بود. اون موقعی که ما میرفتیم بچه بودیم، الان ما میریم از اون بچگی یاده. اینجا بیشتر جیب روسی میرفت. این جیب روسی اسکامون یکم پایین تر بود. بعد یه جیب روسی دورا دیدم بهتون نشون میدم. لوش 4 تا این ور 4 تا و 8 تا عقب، حالا یکی 2 تا وسط، 10 تا 2 تا مینور سمت کنار راننده، یکی زیر بغل راننده، یه 5 6 نفرم 5 6 که نه 2 تا این ور 2 تا 15 16 نفر یه رو جا میداد به سمت اشکبر. جاده خاکی بود. من خنده داره بگم آرزومون بود ما هم آویزون شیم تا اونجا بریم. بچه بودیم دیگه، مامان ما نمیذاشت، عقلمون نمیذاشت آقا دستمون خسته شه. بنده خدا اونجا مجبور آویزونه چون مثلا مثال میگم دقیق مثال کنم 10 تا ماشین اینجا بود، اینجا بنیکسل 10 تا ماشین بود، مثلا باید وایمیسید تا بعدی پرشه مونده مثلا 2 ساعت یا اصلا ماشین دیگه نیاد. اینجوری بود مثلا این دیگه مجبور بودن شده آویزونم شدم بریم. مثلا کرایه 400 تک تومن بود و من یادم هاست ارزونتر هم بود، کمترین چیزی که خودم عجیب دادم و 400 تومن. الان که آسفالت شده همه ماشین میره. اینجا منطقه زهامی رو من یادم، اینجا سموش، اینجا یکی زیباترینه، این دست چپه شبیه رودخونه است، منطقه پارک جنگلی شاید بگم. کنار رودخونه مخصوصا تابستونا یه رودخونه تمیز داره، هم شنا میکنن. اونجایی که گفتم یادم رفت بگم خیلی مامان بزرگم اون سمت چپ میرم ترشکو، ما یه خونه هم اونجا داریم، خونه مامانه اونجاست. این کارخونه چای عدالت یکی از با کیفیت ترین چای های این منطقه همین کارخونه چاییه. واسه سوغاتی بگیرین اینا اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم. قیمتشون هم خوبه، مناسب. اینجا اسمی طول لاته. لات تو گیلکی یا هم شمالی به چیز رودخونه میگن لات، اون لات نه. طولم که به معنی گله، شرق گیلانی ها به گل میگن طول. ربطی به اون طول عرض نداره. طول لات منظورش که رودخونه‌ای که گلیه، معمولا سیل میزنه اینجا گل میشه. رودخونه اون دست راست هم. اینجا خداییش یکی از قشنگترین جاده‌های شماله. جای دیدنی دیگه اسم یه جای بازار هفتگی دستیاب در بریم میبینیم. دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشه. این کل دست راست ما در 2 بخش مجزا. بخش اول قلعه‌ای دیدیم، بخش
محصولات محلی مخروبات صبح یکم بهش تا ظهر بازسازی هم و نکرد. بخش دیگه که شامل جاش مونده فقط. سایر محصولات مثل میوه و تره‌بار، خشکبار، خواستیم برین دست هستش راست باید برین. تا غروب ادامه داره. خلوتی این بازار به خاطر سرد بودن و بارونیه. خودش دست راست. همچنین اوج شلوغیش در تایم عصر. قیمت محصولات در این بازار به خاطر نزدیک بودن به روستا و بومی بودن اینجا سفال بسیار و مناسبه. ماست محلی قبلا هم 2 ولاگ از این بازار در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر سیاهکل کانال میتونین پیداش کنید. شهر سیاهکل در همسایگی شهرهای لاهیجان، سنگر، آستانه اشرفیه، رودسر و رودبار قرار دارد. فاصله این شهر از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت از جاده سیاهکل سنگر حدود 44 کیلومتر. این شهر از شهرهای زیبا و خوش آب و هوای استان گیلان هم هست. جاده زیبای دیلمان جزئی از این شهرستان. خنکی و سرسبزی این جاده به همراه آبشار لونک سالانه مسافرها و بازدید کننده های زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر بازار محلی آبشار لونک میشه به آبشار بابا ولی، حمام تاریخی دیلمان، کاروانسرای زیبای تیتی در مسیر سیاهکل به دیلمان، قلعه گرمارو، قلعه کوتلشاه، ما پیش اومده که استخر و پارک آشوران، پناهگاه سنگی گیلارکش، خانه عزودی و چشمه های آب معدنیش اشاره کرد. ولاگ های زیادی از جاهای دیدنی در دشت در شهر سیاهکل، همچنین رانندگی در جاده های مربوط به اون رو در کانال قرار دادیم که همگی اونها در پلیلیست شهر سیاهکل کانال ما موجوده. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. جاده زیبای سیاهکل به دیلمان یکی از زیباترین جاده ها در فصل بهار و همچنین زمستانه. ولاگ رانندگی در هر دو فصل این جاده زیبا در کانال وجود دارد. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای دیدنش و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. مرده حلاجه خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این بازار، این هوا و این گردش لذت از ببرید. گرمابدش به دیلمان و شاه شهیدان و اونور یه خورده جادهش ناجوره. طولانی هست. بنده خدا ماشینش داغون شد. فکر کنم 10 صبح اومدیم تقریبا 5 غروب برگشتیم. جمعه معمولا یه ایستا بازرسی ریزی میذارم به پلاک غریباگی. زیادی تابلو باشه. یه بار به ما گیر دادم. می‌بینی جاده همینجوری بود اون بالا اوایل تا اونجا رو زحمت کشیدن آسفالت. حالا تو گیلان خیلی جاها رو میگن بهشت گم شده. این 90% جاها بهشت گم شده است. اینجا میگن بهشت گم شده، ولی واقعا بایستی جا گم شده بمونه به نظرم. پارسال فروردین ماه پیجای گیلان خیلی رو سیدشت رودبار خیلی مانور دادم. اونجا خیلی دشت قشنگیه. سیدشت و گل بنفشه در میاد. کم اردیبهشت ماه امسال برم. بعدی تورای تهران و
یکم دورتر و حالا این منور خیلی اون ورشی بود داره، یعنی آفرودی ها گند زدن به اونجا. دیگه 2 هفته گذشت کلن جادهشو بستن، یعنی غیر بومی رو راه نمیدادن. واسه همین میگم این خود گم شدن باشه برای طبیعت هم بهتره. امسال 13 بدر که جاده رو بسته بودم به خاطر اینکه ایمن نبود. شما 13 بدر اینور فقط ما چندین سال اومدیم 13 بدر این سمت. حالا صبحش که نشستم میشینم یا مثلا تایما یه خورده پخشه، به برگشت خیلی اصلا افتضاح ترافیک شروع. املش و رودسر و کلاچای و اینا همه میان اینور. همین رحیم آباد هم به هر حال هر خانواده یه آشنایی یه چیزی داره، راه دور اومدن بخوام بیان تفریح. این سده در حال ساخته، جاده همه زیر آب بود. فیلمی که من دیدم میبینی آثارش هم هست. خیلی خیلی بدجوری هم اومد. یه پژو پرشیایی بود مثل که یه خانم آقایی بودن. خودم خانومه رو بعد از 4 روز دیدم پیدا کردن، اون آقا رو نزدیک 20 روز 3 هفته همچی چیزی. خدا رحمتش کنه. سبزی طبیعت رو میبینید. جالب، جاده خلوته، هم هوا خوبه، چون بیجارکار داره نمید. این جاده خیلی گاو میاد، میبینین گاوا رو، اصلا کلا گاوا ولن. این گوزنتون باش، یعنی من نگم احتیاط. ما خودم ماشین رو نداشتم، یه پراید داشتم، 5-6 سال گواهینامه داشتم، پشت فرمون نمیشه. خودم ندارم ما از کسی چیز قرض بگیرم. بابا داداش در خانومم همه ماشین داشتن، خودم نداشتم ماشینشون رو بگیرم، من که ماشین خودم گرفتم. بعد چون چند سالی گواهینامه گرفته بودم پشت فرمون نشستم، یه خورده طول کشید تا راه بیافتم. راه افتادم پدر خانومم بهم میگفت آقا این تو روستا میری، جاده فری میری، ببین داره میاد، جاده فری میری یه خورده احتیاط کن. کله من باد داشتم 10 سال پیش. تو چی میگه؟ مثلا یه معکوس میکشه، ترمز میگیری، کم میکنه. اما روش ندادیم حرفشو، یه بار تو موقعیتش دیر کردیم. دارشه کرد اینجا بهش میگن سوگاور. منموی مهم بریم، خیلی محله قشنگی. این سمت مورد علاقه من. این ولاگ جاده بارونیش هم گذاشتم، البته طولانی نیست ولی خب قابل دیدن. بعد اینجا بگم کلا رانندگی میکنیم تا گرمابدشت، بعدش موقع برگشت یه جایی وای میسم میذارم انتهای ویدیو، یعنی خواستیم ولاگ رو ببینید چی کردین. بخش گردشش آخر ویدیو، یعنی ولاگ جدا نمیذارم. از الان رانندگیشو میگیریم، بعدش کارو میچسبونم انتاش. سریع دارم کلی یواش دارم میرم.
داشتم میگفتم تو موقعیتش قرار گرفتیم هیچ کاری نمیتونی بکنی، یعنی گاو نه عقب میره نه جلو میره، اصلا نمیدونی چیکار کنی دیگه. بعد از اون دیگه خودمون رو اینجا رو دیدین یا نه نگاه کنین، مثلا این جاده رو آب برده، جاده اون سمت بود، جاده رو تازه زدم. یه آقای فامیلیشون هم بیادم بنده خدا زمین خودش رو داد برام جاده تونست بزنم. کلیپاش اومده بود خیلی وحشتناک بود. میبینی جاده آسفالت کجاست؟ اون سمت بود. این جاده اصلی چیز از این برای پل پایین میبینین زنمون بریم اینجا شنا میکردن، از اون بالای پل میپریدن تو آب. چیزی که یادمه یه جلوتر بود، اینجا ما بچه بودیم یه بار اومدیم آبم تمیز. بریم شاید برخوردم میکردیم تو راه. این گله‌های گوسفندم الان دیگه فصلشه دیگه، دارم میبرم بالا تو جاده مشخصه. این همون فکر کنم همون آقای فوت شده بود، قیافش آشنا بود، فکر کنم همون بود. خدا بیاد یه 4-5 ساله بودش، همسن خودم. این درختایی که سمت راسته فندق هم تازه برگاشون داره سبز میشه. پاییز اینجا هم قشنگه. پایین یه مجموعه تفریحی بود، کلبه و اینا داره، اسمش فکر کنم صدفه اگه اشتباه نکنم. متاسفانه بومیای اینجا محلیای خودمون خود بد راه میرن، اون هواپیما سواره. شما شل بگیرین اینا سبقتشون رو بگیرن برن، جاده رو نبندید. کلیپی بود میگفت برش اینجا صدفه، ببخشید پایین اسمش چیز دیگه. اینجا من تعریفش رو شنیدم، فکر کنم یه پل چوبی هم باید داشته باشه. که میشه این چشمه‌های مختلف از اینجا سر در میارن. اینا که میبینه اینجوری میرن بومی هن، ملاکشون 82 تا مال
سواره ولی بچه همینجا میری سر جاده هیچی رعایت نمیکنه، هیچی. پیجشون رو دنبال میکنم، پیج اینجا رو متاسفانه هر روز یه چند تا کشته میده اینجا. شما احتیاط تقریبا فکر کنم از نیمه دوم اردیبهشت چیزی یا یکم اومدتر گلگاه زبونچینی شروع میشه، بعدش تا کنم آخر خرداد یا اوایل تیر این هی برداشتش طول میکشه، هی میچینن 2-3 روز وای میسن دوباره غنچه‌های بعدی چیز میشه باز میشن دوباره اونا رو میچینن. یعنی این کاریه که هر یه روز در میون 2 روز در میون مجبورن سر بزنن، خیلی زحمت داره. گرما این دست همه نوچ میشه، تیغ هم داره، کشاورزی کلا سخته. الان فندق هم که امسال به اینجا برف نزد، گفت الان یه سفیدابه. اینجا خانما بساط دارن نون محلی میپزن، براتون ویدیوش آخر ولاگ رانندگی میذارم. این بر ماهی قزلالا کبابی دارم، اون دفعه از آقای فیلم گرفتم، فیلم خراب شد روم نمیشه دوباره بهش بگم. نه این خانم این نون محلی داغ میپزن، موقع برگشت براتون فیلم میگیرم. این سفیداب اون راه اصلیش از این آب میاد. ما بچه بودیم سمتا می اومدیم، آبش انقدر زیاده، حجمش زیاد بود، آبش به صورت مثلا سفید میشد، بهش به خاطر هم سفیداب معروفه. الان که بالاش منبع زدن برای چیز شد، منبع زدن برای کلاچای و رحیم آباد و فکر کنم حملهش رودسر هم هست، فکر کنم رودسر رو 50-50 حملهش رو نمیدونم. آب خوراکی اونجا رو میده، آب شرب، همین آبش کم شده، یعنی اون بالا منبعش زیاده. سفیداب به این معروفه، به خاطر این خیلی خنکه، چون سایه میندازن این چیز آب هست، تابستونا میای کیف. منظره رو نگاه کنین شما، خدایش قشنگه. براتون آخرش پیاده میشم ویدیو میذارم. این پلامه، نیسانی های موقع برگشت خیلی بدجور میاد، واقعا ول میکنه ماشین. شما این الان جمعه غروب باید برگردین ببینین چه وضعی میان پایین. خدا رو شکر آسفالت اینجا رو که تازه کردم، قشنگه. خاک به شیشه یادم رفت چی. از جاهای دیدنی تو مسیرم یه دونه هست خیلی معروفه، من بگم همتون میشناسید، آبشار میلاش. نمیدونم حوصله دارم برم، من گرمابدش برم، فلاک اونجا رو هم گرفتم.
آبشار میلاش معروفه. پیاده روی هم زیاد نداره مثل که من خودم تا حالا نرفتم. بعدش یه آبشار بلند قشنگه. این جاده من توضیحشو یادم، این جاده انتهاش میخوره به قزوین. دوستان میگفتن ماشین یکم خاکی داره مثل که اذیت ممکنه بکنه، ولی به قزوین راه داره. دو طرف، یه طرف میره به قزوین، یه طرف میره بالا اشکبر که میشه اشکبرات رامسر. شما جنت رودبار، رامسر، دالخانی، از اونجا میتونی بیای پایین. هر چقدر بالاتر میری اینجا قشنگتر میشه. سیاه کشان، روستای ساحلی، همجوش رودخونه است. وای چقدر قشنگ. من از سال از سال 89 عکاسی میکنم، عکاسی میکردم صورت حرفه‌ای. قبلش بچه بودیم، حالا یادم بگم بچه که بودیم، خیلی بچه بودیم، جا برق نداشت، ایلاق ما برق نداشت. حالا برق هم داشت و حوصله‌مون سر میرفت. دو روز یه روز. اینجا یک کافه ای هست نمیشه کافه آهیل، تو اینستا میتونید سرچش کنید، ویوی قشنگی داری، غذای جالبی هم میده. دوست داشتین نگاه کنید. اینجا اومدین الان بنرشو دیدم یادم اومد. من از سال 89 که عکاسی میکردیم دیگه مشتاق بودیم بیایم اینجا عکس بگیریم. طبیعت اینجا مه میزنه، بارون میزنه، مثلا هر لحظهش قشنگه. مه دم غروبا الان بالا رو میبینین، میخوام یواش کنم، بالا رو میبینین، هم سفیدی برفه، هم چقدر قشنگه. اینجا اسم جیرکوله، یه هایپرمارکت اینجا بود، بزرگم. اینجا نیلو مال. بعد وقتی عکاسی میکنیم میگه دوست داشتیم بیایم اینجا بمونیم ندیم پایین. اینجا مثال میگم، مثلا شما بومیا براشون طبیعتش قشنگ هست، ولی برای شمایی که از یه جای دوری میای اولین بار میبینی، یا مثلا همین کاری داشته باشی که دقت کنی، نیلو این کافه آیل فکر کنم از این دست چپ بود برید، آدم دارم نرفت. واسه تون جذابتره، قدر این طبیعت رو بیشتر میدونین. الان که من ذوق میکنم خاطر همون روش نوشتم این کافه های روستای سجیران، فکر کنم یکم بالاتره. که من با اینکه اینجا بچه همینجام این بلاوی یک بار شد رفتم، برام ذوق میکنم واسه اینکه طبیعت دقت میکنم، طبیعت قشنگیاش بیشتر به چشمم میاد. بابای ما یه همخدمتی داشت، تهرانی بود، اینجا اومده بود، باورش نمیشد. حالا جالب اینه که من این ورا رو برای قشنگ هست، واقعا زیباست. مثلا تالش و رودبار اینا رو میبینیم، اون ورا از این ورا به نظرم باز قشنگ‌تره. با اینکه بچه اینجا برام خیلی قشنگ، انشالله که قدرش رو بدونه. این برای یکم بکتره، خود راش دوره، تبلیغات کم میشه. براتون این منظره بغل رو میگیرم ببینید چه خبر.
ابزار خراب کرد. سفره‌خانه عمو قاسم یا سجیران اینجاست. اینجا یه آب معدنی هم داره. کارخونه آب معدنی داره. تابلو داره کافه رستوران آهی. دو کیلومتر. فامیل ما نیست و میام دارم خودم نرفتم. عکساشو میذاره قشنگی گفت. همین اونجا بگیم فامیل فلان ما نمیشه. میبینه بیرو به اطراف این دو طرف جاده میبینین درخت فندق همش. این برای فندقش یه خورده زودتر در میاد از حساب بالا. طرف ما یه خورده زودتر چون هواش گرمتره. فندق تازه نمیدونم خوردین یا نه. ما خدمت بندرلنگه بودم، فندق تازه سبز با پوست برده بودم. یه دکتر داروساز داشتیم، در دقیقه نگاه میکنم ببین چیه، راحت بودم تا الان ندیده بودم. خوشمزه است لعنتی. اینجوری سیر نمیشه آدم. من که اینجوری هم مثل چی بگم، مثل تخمه میمونه، مثل تخمه کرم داره، دوست داری تمامش کنی. این اونجوری نیست، خوشمزه است، مزهش باحال. چاقال بادوم، پسته خام بگیم بازش. یه دوست داری بخوری، مثلا بکن نیم کیلو خورد. بهش گفتم این فندق مال خودت، نخور همه رو، دو سه محله بخور. گفت نه من خوش آمده. چون این خورد فندق سنگینه، وقت تازهش سنگینه، چربیاش مثل بادوم تازه میمونه. چون بادوم تازه هم یه دو مشت بخوری حتما بالا میاری، چون معدت نمیتونه هضمش کنه. بالا آورد. مثلا میگم فندق تازه هم خوشمزه است، امتحان کنی، هم باید. ما عادت داریم شما اولین بار شاید بخوریم. اینو بگم خاطره خیلی زنده میشه. دست راست ما، حالا فیلمم میگیرم براتون، یه مدرسه‌ای هست به نام مدرسه همت، مدرسه شهید همت. این مدرسه چه مدرسه یه سریالی میداد، سریال بچه های مدرسه همت، شبو و شخصیت دیگه شو یادم. مهران رجبی مدیر مدرسه، یه مدرسه شبان روزی بود. این لوکیشن این برداریش همون مدرسه است. مدرسه بچه های همت. ما بچه های ایرانی ما اینکه چیز پیشتش معلوم. یه بیوک بود، ترک بود، هر روزم بازی میکنه. یه شخصیتاشون تالشی بود. این مدرسه همون. ما الان میرسیم به کامپیچ بعدی ما رسیم. اینجا گرمابه دشته، بهش میگن گرمابه دشت. اینجا مرکز اشکبرات. یعنی شما قدیم روستا فروشگاه کوچیک بود. الان مثلا خرید میخوام بکنن یا مثلا چی کنن، جابر بانک اینا هم همچی داره. اینجا میگن گرمابه دشت، چون اینجا دیگه تقسیم میشه. خرید یه چیزی داشته باشن، اینجا آخرین آبادی نزدیکه. البته الان میگم تو روستاها چیز وایسا هست.
اینجا میگم مرکزش که گرما به دشت. قهوه خونه، رستوران، نونوایی. کنم شیرینی سرا هم من دیدم اونجا داشت. مرغ فروشی، گوشت قصابی. این سمت راست ما جاده میره به آبشار میلاش، بچه های مرز احمد، به سمت میگه روستای زیاز، به سمت املش هم میره. اسم این روستای املش یادم رفت، اسم باحالی داشت، یادم اومد بهتون میگم. سد شوک یه روستایی هم بود، روستایش یادم نمیاد، مال املشه. از این من میخوره به املش و دیلم هم میخوای بری باید از این دست بری. این پر یه لاغ ما از این بر بریم. مسیر ما این بر 2 تا تونل داره. اینجا این لوکیشن شنا هم داره، پارسال گرفتم بستنش. یکی بابایی کشته شد. آدم هرچی میگه که گوش نمیده. این بلاگرها اومدن معرفی کردن اینجا رو. اینجا چون تابستون میای الان بهتون میگم دقیقا. چون ماشین میچین چیده میشه تا کجا؟ این شلوغه. یارو از اون بالا پرید پایین، باستر اومد پایین، شیرجه زد. سرش خورد به حالا به سنگ خورد یا مثلا به چی خورد، به گردنش فشار اومد. چون فوت شدم در جا. اینجا لوکیشن رو گرفتم، شمریزی کردم، تعطیل کردم، ولی خب باز مردم می اومدن. آبش خیلی سرده چون از من بالا دست یخچال میاد خنک. این تونلش که برات چند سال یه برق هم دادن. لوکیشن دقیقا بعد از این تونل تمام میشه این دست راست دارم. از همینجا ماشین پارک میکنن. الان یه دونه این شم ریختن دیدین؟ پارسال ریختن، قبلا اینجوری نبود. دقیقا این پشت این پایینه. ماشین چجوری اونجا رفته من اونجا سال. اینجا تا کجا ماشین هست؟ تا اونورا ماشین هست. تابستون بیاید. تا اینجا ماشین پارکه. برن شنا. محل ما شویل، به این سمت بریم. محل زیبای شویل. ما محل که نمیریم، ما میریم بالاتر دور میزنیم برمیگردیم. خواستم فقط بهتون بگم این دست این بر میره بالا اشکبر، اون سمت هم محلهای دیگه است. محل زیبای خودم. رانندگی رو تقریبا همینجا تمامش میکنیم که بریم از جای دیدنی تو مسیر اومدیم برمیگردیم میگیریم. انشاءالله که با ما همراه باشین، لذت برده باشین. ببخشید توضیح زیاد دادم. به قول محلیای ما یه رگ اشکبری داریم که گل کرد توضیح دادیم. افتخار میکنیم بچه همینجا. انشاءالله که بقیه هم ببینین لذت ببرین.
خدای منظره رو میبینین، اون به اون میگن کوه عروس. جز عجایب هفتگان است. میگن یه مجسمه عروس و دامادی بالا هست. اونم جاده محل ماست. میریم پایین، رودخونم براتون میگیرم. الان خواستم اینجا رو ببینین چقدر قشنگه. جاتون خواهد. اینجا به چشمای سیپول معروفه. این ماشینا اینجا پای میتونن یه آبی میخورن، یه توقفی میکنن ادامه این مسیر. آب زلاله بود. اون لوکیشن شنایی که گفتم که فوت شد شنا رو ریختم اون پایینه، کنار همین تونل. بلاگو تا آخر ببینیم. بعد رانندگی ما گردش تو جای مختلف جاده هم داره. اینم کوه عروس، عروس و داماد. اون مدرسه بچهای همت. پردای خوشگل می‌بینی؟ هیچ طبیعت رو نگاه کنین، در حد سوئیس نیست. اینا ما میگیم چپر.
صدای چهچه رو میبینید. نمیدونم خنده بکنین یا نه، ولی به اونایی که اونجا زندگی میکنن چه افسودی کرد. نام درخت فندق. جام سفیداب رستورانش، جام پرشمایی. اینم حاج خانم زحمتش خیلی دارست. ماست گیله. سلام، خسته نباشید. شره خانم نون داغ. نون داری خانم؟ خسته نباشید.
نون دارین؟ من بریم دور بزنم میام این دو تا نون دستتون بر من برم اونجا بگم دارم میام بس اون داره بیایی بابونه با ختمی نه رستوران سلام خسته نباش چرا؟ خسته نباش آسان تخم محلی هم دارن تخم قاز تخم مرغ دونی چنده؟ قاز چی؟ 25 ممنون مرسی رو بنار آلوچه هم دارن بنار رو آلوچه جنگلی خودتون پخته ها؟ لواشک همه چی داریم چی خواستی اینجا نان و داغ آلوچه نان ممنون مرسی مشکر ماست همه چی داریم دوغ هم دارن ماست هم دارن پنیر ماست کره هم دارن یکی کره داره ماستیه اون داخل کوزه هست اونو نکشید داخل کوزه آره اونو نکشید اونو نکشید کره ماست کره ماست آره کره ماست عالی نه صنایع دستی هم داره دستتون در نکنه این گلگاز زبون هم دارن گلگاز زبون گلپر بریم سکتا بریم چه خواهیم قبلا یه پلی داشت پل بالا منبع آب آبش سرد اینا گمجه اینا نمکیات کوچیک اونا ما میش میگیم دوشان شیر ماست میریزن تو بهش کره میزن اینا نمک بیار نمک کار این گمج ماهی تازه تو قیمتاش مثلا این 350 داشت این 320 این 300 دسته داره جاتون خالی از این اشکالون محلی گرفتیم چای آتشی
انشالله که لذت برده باش. جاتون خالی. هوا داره بارون میشه.